ویدیوهای دیگر اومدیم خدمتتون یک ویدیو دیگرم بگیریم که فکر نکنید من دیگه نیستم. این دنس های جدیدمه کنون اینجا میتونم براتون بزنم. این کل دنس رو میزنم برش کن. این و این. متاسفانه چون من 9 تا دنس دارم دیگه جا ندارم اینم انتخاب کنم، به خاطر میذاریم همینجا. این اسکینای من، کیفای من، خواستم همین چیزامو ببینید ولی لباسا رو دیگه نمیشه بعدا تو ویدیوهای بعدی. چتر از اینو، عکس و دوباره عکس. خب حالا 4 نفره بریم اسکواد رنکت بریم. چی بریم؟ معلوم نیست. خب میزنیم اسکواد رنکت، یکی دو دست بریم. لیت گو. خب اینجا گام میگیریم. خب دوستان اون دست رفتم، یعنی افتادم بیرون. بعضی موقع اینجوری میشه اصلا نتونستم گیم رو شروع کنم، به خاطر همین ویدیو رو استوب کردم. از اون اخطاری که اون پایین داد من خودم فهمیدم. خب بریم تو گیم. یه الان یه چیزی هم گفتش که 15% شارژ دارم، ببخشید ولی ویدیو رو من تا جایی که بشه براتون اجرا میکنم. خب حالا اگه اینجا شانس بیاریم نیفتیم که نمیفتیم. سلام به همه، با درود آروین. اوکی سلام. سلام خانوم. سلام بلد نیستی؟ خاک تو سر ادب نداره. ادب ندارن، فقط من ادب دارم، به همین سلام میکنم. سلام. دنس سلام هم بهتون میگم از کجا بگیرید، ولی خب بر خودتون دنسی که میخواین رو انتخاب کنید. توی چالش جدیده میذاره بیارم. آخ نه اردکم تازه گرفتم. سلام چطوری؟ اسکینش هم قبلا داشتم، قبلا آمده بود دیگه، اونو نمیتونم بهتون نشون بدم چون دیگه نیستش دیگه. بتا قبلا که من میگرفتم خواه هید منو بزنه. آخ نزدیک بود بزنمشو. اومدم. همینجا بودو. آها خب دوستان یه دقیقه اونجا اینترنت من قطع شد، نتونستم تیتمو یه ذره قطع و بس کردم. هم تو همون راند یکم دارم این کتو میزنم. وای بیا با مش بمیر. اوکی همین چیزا رو گرفتم. خب دوستان دوباره اینترنت من قطع شد متاسفانه. اون یارو هم زدم، اون لخ بود، اونو زدم کشتمش با مشت قشنگ. هدشات چه هد قشنگی. بابا ریوایوش کن. آفرین 100 آفرین. اول سعی کن مدکیت بزنی. آخ بیا چته بیا باقالی بیا بمن خوردیش نوش جونت.
آفرین. چقدر ساده لوی تو. یه ذره مدکیت بزنم. یه یخ هورا مرسی. اوه یه ذره لگ شدم. بکنم این پایینه. گندتون اومد. بچه این دنس جدیدم این بورگ دارم. این بورگشه. دارید دنس میزنید یه تیر بزنید قشنگ نگاه کنید از خوابیده تیر میزنه. این بورگه. بورگ که نمیشه گفت یه حرکته. یارو کدوم گوریه؟ گول به گولین کجایی؟ ای بالا بود. من بالا 30 بار گشتم. از کدوم گوری اومد اینجا؟ برای من تعجبه. خب یه شاتگان میگیریم، یه بمب، یخمونم که بندازیم اردک چون تو 100 ثانیه به میده. خب این کنو دستمون بگیریم. نبیدش. خب حالا دستمون بگیریم با همین لگی میزنیم. یس چه دمج بدی هم بهش دارم. همجوری که زور زدم. من اومدم. نتون اومد. حالا وای لگم. با این لگی من دارم بچه ها میزنم همه رو قشنگ. لطفا این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید. حتما اینو یادتون نره. خب گفتم اوکی. این وسط معذرت هست میدونم. به خاطر همین اون وسط نشستم. ای نبود. خواستم این دمیج بده بکشمش نشد. اینجایه. بچه من با این لگیش میبینم فقط میتونم براتون 2 دست بازی کنم. خب این بعد این دست من میرم یه چند دقیقه بازی میام. نه هیچ دوباره برمیگردم. ویدیو رو چند دقیقه استوب میکنم و دوباره برمیگردم. بفرمایید وسیل کی میخواد؟ هر کی میخواد میتونه با همون یارم بشه. خودم این صدا رو توی ویدیو گذاشتم. صدای زنگ گذاشتم یا بگم دید. خب استوب کردم بهش توجه کنید. خب اوکی اینجا لوت نه چیزی نیست. اوه وای یارمو زد که اومدم. مرتی که رونالدو بوم ای نه چه غلطی کردم. اوه چه حرکتی. بابا چقدر لگه قشنگی شد. اوکی انمی اونجاست. انشالله این دست بزنیم که برم ذره استوب کنم ویدیو رو. خب حالا من میام پایین. اوه یا علی یا حضرت فیل بزنش. اوکی زد. خب دوستان بردیم گیم پلیو. دوستان نفر اولم که شدم قشنگ با همین لگی همه رو ترکوندم. خب ادامه ویدیو رو الان میخوام شروع کنم دیگه. ببخشید دوستان لگ داشتم نمیتونستم همینجوری ادامه ویدیو رو هم بهتون بگم. چند دقیقه رفتم بیرون
برگشتم دیگه قشنگ لگم پرید، قشنگ شد بازی. خب اوکی. خب سکشنز سی بهم رو نکرد. بچه ها یه دست رفتم کلاسیش دقیقا 13 تا الماس تو یه دست گرفتم. باز لک شدم، شانس ندارم که یه درجه بایستم لگم. چطه خدا درست میکنم تو چشات ها، چشات از حدقه در میارم، اینجوری بگم. خب واو خوشم اومد بابا، چه مچی افتادم به، یعنی عشق این مچ یوالی، چه عزت فیلی داره بغل من میفته میری میبر. قشنگ لباساش معلوم بود، کیف خرگوشی هم داشت قشنگ، واقعا کیف خرگوشی رو من دوست دارم، داشتیش. خوش شانس. خب قشنگ مال الیت پسای قدیمی هم بود لباساش، تا اونجایی که من میدونستم اون لباس برای الیت پسه. واو چه بیافایم آفرین مرحبا. الان بیا با مش تیکت میکنم. بابا ماشین بیا پایین زشته. خیر زشته ماشین سوار شدن، آخه زندانه، تو زندان تو بودی. کورشا باقری کورشو. حالا شانس آوردی من گام ندارم، مگه میکشتمت همجوری که پول بودی. آقا یه گام کلت، چقدر من لگم. کلت میکشمت. بابا یه گام به من بده، من این باقالی رو تو چه بگی؟ نه چه پرویم ها. نه یه گام. یس بیا بالا بیا بالا که تیکه پارت کنم. بوم. خب اوکی، ما همین بالا میشینیم تا موقعی که تو بیای بالا. دی بالا بیا بالا. اوکی انا شما بد دمش خوری. حالا گنده‌تون میاد وسط. نه حالا بمیر. ای حالا بمیر. انقدر گفتم بمیر تا آخر مرد. انقدر اومدم دنبال تو بمیری. عوضی چی داری؟ به چه گانی جون. خدا اگه شانس بیاریم. تیرش هم نیست آخه. چی برداریم؟ تیرش همه گونه خوب. یه جا وایسی میدن دگم بپره. آقا هر کی از این تیرو داره بیا برام جلوم بندازه، دست تو دنسم بذاره منم بکشم. باش خداحافظی بکنم. بعضی وقت قشنگ اسکولم باور میکنم میان جلوی یارو قشنگ دنس میزنن، یارو یعنی هد شات میزنه. عجب. فقط میتونم با این گام بزنم. این که قشنگ فقط 44 تا گلوله میتونم باش بزنم. با همین 44 تا گلوله هم ولی بد نیست، خوبه. اوکی استله هورا. خب بچه ها براتون سورپرایز دارم. سورنان رو بغل من نشسته، یه سلام بده. سلام. یوهو از همون اول ویدیو که نشسته بود اونجا عوضی کرکر میخندید.
اوکی وای بچه من یه بار کیف خرگوشی رو گرفتم. یه بار یعنی اکانتم پرید پاکش کردم که نگم براتون. منم ما دوتا قدیما خیلی خوش شانس بودیم که اکانت هر دوتامون پرید اینجوری مگه داری گوز میدی صدایی بیز در میاره. اوکی آقای دعا کن برای من یه تیر پیدا کنم. من تیر ندارم. انگار ماشین پرنده یا آقا یه تیر میخوام. تیر از این MP40 ها. البته این MP40 نیست ولی تیر MP40 میخوام. میدونم تیر MP40. بابا یه تیر MP40 به من بدبخت بدید. اسم گونه تو دستم رو یادم رفته. تیر SP40 وای SP40 اوکی MP40 وای وای قربون دستت به به آجی متکی دوم زیاد هم نیست اگه بخوام بگیم متکی دوم زیاده. عجب دوتا دودابه بندازیم ببینیم میشه ورش داشت. دودابه بیا بیفت یا میفتی یا میندازمه 5 تایی نخون برو بابا بیلش کن همین قطعی بست یکی فلول سم بدی قربون دستت خودم بیچن این قدم که زوخ کردم اصلا نمیخوام برش دارم. آقا یعنی جلوی چشات بود یعنی شور بودی این پیچه رو ندیدی. اوکی بچه ها اصلا نمیشه این هرچی باشن دارم خب فقط دارم متکیت بندازم میتونم ورش دارم آهان یس خوبه الان یه ذره تعویض معویض عالی بود. نه بکن دستم این مزاحمه بچه ها بعد این دست دیگه من میرم. اون خیلی بیشور زندانی بود رفت تا بره. اصلا ماشین سوار کدوم گوری رفت من برم بکشمش. حالا فکر بعد آخر حواسم باشه نیفتم مثل اون یارو که روانی بود. ای وای فکر کنم منو میفتم تو آب ریدم و یه زن میرفت اون برتر اسکیت دنس میزد که رو این دنس رو بزن میره تو آب. نظر این دودابه بزنه بهتره. شابا خب دوستان الان برگشتم. خب دوستان یعنی یکی تا ویدیو رو استوب کردم هدشاتم کرد. خب تا ویدیوهای بعدی خدا